سلام به همه دنبال کنندگان کانال نازلی دیسکاوریگند ریویوز. امروز میخوایم در رابطه با آرتور شوکراس، یک قاتل سریالی آدمخوار باتون صحبت کنیم. کسی که گفته میشه یکی از مخوفترین قاتلین سریالی تمام دورانه. پس در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. آرتور جان شوکراس یکی از قاتلان زنجیره‌ای خطرناک است که به دلیل جنایت‌های خود در قتل رودخانه روچستر نیویورک شهرت پیدا کرد. شوکراس در منطقه کیتریمین متولد شده بود و سپس خانواده‌اش به نیویورک نقل مکان کردند. هنگامی که آرتور جوانتر شد، تحت آزمایش تست هوش قرار گرفت و پزشکان اون رو انسانی کم‌هوش شناختند. آرتور از دوران کودکی خودش به عنوان بدترین روزهای زندگی‌اش یاد بود. اون مادرش رو زنی سلطه‌جو که مدام فریاد میکشید شناخته بود و بارها عنوان کرد که از سوی مادرش مورد آزار و اذیت قرار میگرفته و در سن 9 سالگی به خاطر رفتار زشت و غیر اخلاقی خانواده‌اش با اون دچار لطمات روحی فراوان شده بود. اون همواره در دوران تحصیل دانش آموزی خشن و قلدر بود و رفتارهای خشونت‌آمیز از خودش نشون میداد. شوکراس در سال 1964 ازدواج کرد و تنها یک سال بعد هنگامی که یک پسر داشت در نوامبر 1965 از همسرش جدا شد. در همین سال اون به جرم سرقت از فروشگاه تحت آزادی مشروط حضانت و سرپرستی پسرش رو به همسرش سپرد و دیگه هم اون رو ملاقات نکرد. اکتبر سال 1967 تا سپتامبر 1968 آرتور از سوی ارتش به ویتنام فرستاده شد. اون بارها ادعا کرده بود که در طول جنگ 39 سرباز دشمن رو به شکل فجیعی کشته. اون پس از بازگشت از جنگ در سال 1969 به جرم آتش افروزی به 5 سال زندان محکوم شد. اما تنها 22 ماه از دوران محکومیت خود را گذرانده بود که آزاد شد. سپس تصمیم به ازدواج گرفت. ازدواج دوم و سوم وی نیز همچون ازدواج اولش کوتاه مدت بود. پس از ازدواج سوم وی به قتل 2 کودک متهم شد. نخستین قربانی وی جک بلیک 10 ساله پسری بود که پس از آزار و اذیت جسدش در منطقه جنگلی پیدا شد. وی خفه شده بود. دومین قربانی کارن انهیل 8 سال سن داشت و جسد وی رو یک کارگر زیر پل پیدا کرد. بر اساس کالبد شکافی‌های انجام شده نیز اون مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته بود. ماموران پلیس شوکراس را در اکتبر سال 1972 میلادی به عنوان مسنون پرونده بازداشت کردند. با توجه به اعتراف‌های شوکراس و همکاری وی با پلیس، اون در نهایت به 25 سال زندان محکوم شد. اگرچه تنها 14 سال از محکومیت خود را گذراند و از زندان آزاد شد. در ژوئن سال 1987 شوکراس با نامزد خود روزماری به روچستر نیویورک نقل مکان کرد. در ماه مارس 1988 اون ولگردی‌هاش رو در خیابون‌های نیویورک آغاز کرد. اغلب قربانیان اون زنان خیابانی بودند که پس از آزار و اذیت اونها رو می‌کشت و آدمخواری می‌کرد. سپس بقیه اجساد رو در رودخانه روچستر نیویورک رها می‌کرد. برخی از اجساد ماه‌ها بعد یافت می‌شد و افسران پلیس قادر به شناسایی هویت آنها نبودند. FBI پروفایل آرتور را به عنوان قاتل زنجیره‌ای در برنامه کاری خود قرار داد. کارآگاهان امیدوار بودند در فصول سرد سال قاتل دست از جنایت‌های خود برداشته و برای مدتی متوقف شود، اما آنها به سرعت متوجه شدند که در اشتباه بوده و قاتل همچنان قربانی می‌گرفت. آرتور پس از جنایات مکرر در 3 ژانویه 1990 میلادی به عنوان قاتل و مسنون یک زن خیابانی دستگیر شد. وی پس از بازجویی به قتل اعتراف کرد. در اکتبر سال 1990 پزشکان بر روی او آزمایش‌هایی انجام دادند تا دریابند آیا آسیب‌های مغزی باعث رفتار جنایتکارانه در وی شده است یا که نه. پزشکان پس از انجام آزمایش‌های مکرر و گفتگوهای گسترده اعلام کردند که او هیچ گونه اختلال شخصیتی چندگانه نداشته و با وجود اینکه بارها از آزار و اذیت دوران کودکیش سخن گفته و میل شدیدش را به آدمخواری مطرح کرده است، اما داستان‌های وی باور نکردنی و اغراق‌آمیز بوده است. در نهایت اینکه شوکراس پس از تفهیم اتهاماتش به 250 سال زندان محکوم شد، اما در سن 63 سالگی بر اثر ایست قلبی پشت میله‌های زندان جان زد. بسیار خوب، به انتهای این ویدیو رسیدیم. نظر شما در رابطه با این قاتل سریالی مخوف چیه؟
نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.